3 نکته خیلی واجب که برای صفحات پیلار کلاستر باید حواست بهشون باشه که سومی از بقیه مهمتره. اول از همه موضوعی که برای مقاله پیلار انتخاب میکنی باید به اندازه کافی جامع باشه تا تو دلش بتونی موضوعات دیگه ای رو هم داشته باشی که اونها بشن مقاله های کلاسترت، مثل موضوع سئو چیز که یه سری کلاستر داره، مثل کیبورد ریسرچ چیه، سئو آن پیج چیه و بقیه موضوعاتش. نکته دوم، حواست باشه که موقع نوشتن محتواهای هر کدوم از صفحاتت نیای مثلا محتوای مربوط به کلاستر رو توی محتوای مقاله پیلارت بیش از حد توضیح بدی. بعد هر کدوم از صفحاتت رو بر اساس اینتنت همون صفحه محتوای کامل براش بنویسی. و نکته سوم این که لینک سازی درست یکی از مهمترین نکاتیه که توی صفحات پیلار کلاستر باید درست انجامشون بدی. حتما از خود مقاله پیلارت به تک تک مقاله های کلاستر با کیورد های اونها بهشون لینک بده و برعکسش رو هم انجام بده. یعنی از صفحات کلاسترت باید به خود صفحه پیلار هم با کیوردش لینک بدی و از خود صفحات کلاستر هم به همدیگه میتونی لینک بدی. اگه به یادگیری سئو علاقه داری حتما چند تا پست آخر پیجم ببین که حسابی به کارت میاد.